تقریبا همه زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان را که شب 24 ایول پلیس و امن در یک طرفخانه پامیر در نزدیکی ایستگاه مترو چرکیزوفسکaya دستگیر کرد. علاقه جواب دادند. شب شنبه پلیس مسکو بیش از 100 اشتراکچی شام یادبود قربانیان عملیات سال 2012 در خوروغ را بازداشت کرده بود. یکی از این بازداشت شده‌ها در صحبت با پایگاه خبری بامداد تفصیلات حوادث شب 24 ایول در چرکیزوف را نقل کرد. با گفته او حالا در پلیس تنها چند نفر باقی ماندند و آن هم برای آنکه با اسنادشان کمی مشکل داشتند. در وقت تفتیش سندها آنها در بازار نبرآمدند که این میتواند نتیجه نقص فنی در کار بعضی معلومات پلیس هم باشد. بقیه را ادوکات‌هایی که میمونشویف یک عامی شناخته حقوق زادگان بدخشان در مسکو فرستاد آزاد کردند. نقل کرد همصحبت ما گفت شام 24 ایول در طرفخانه واقع در نزدیکی ایستگاه متروی چرکیزوفسکaya که اداره امورش در دست زادگان بدخشان بوده است دچار بینی دایر میشد. در قبط اول بنای طرفخانه با اشتراک بیش از 100 نفر شب یادبود قربانیان عملیات خوروغ میگذشت. در قبط دوم طرفخانه خانه پامیری نوسازی شده است. یک دختر رضاکار زادروزش را جشن میگرفت. در این شب نشینی نیز یگان 50-60 میمون دیگر جمع شده بود. شام یادبود ساعت 20 سر شد و نزدیکی ساعتهای 21 یکی از همشهریان زنگ زده خبر داد که امام به طرف ما رفته ایستاده است و بهتر است اگر ما شام یادبود را ترک کنیم. ولی تشکیل کنندگان گفتند که ما یگان کار غیر قانونی نکرده ایستادیم. اگر پلیس بیاید هم تفتیش میکند و میرود. مردم با این گپ تسکین یافت. ولی بعد چند دقیقه پلیس و امن آمده و همه را برداشته برد. هم اشتراکچیان شام یادبود را و هم میمونان زادروز آن دختر بیچاره را همراه با خود صاحب جشن. نقل کرد همصحبت بامداد. با گفته او در پلیس آنها را بخصوص در مورد احتمال اشتراکشان در زنازنه اخیر گروهی بین زادگان تاجیکستان و قرقیزستان بسیار بازپرسی کردند. بعد آن زنازنه شب 12 ایول در نزد ایستگاه مترو کوزمینک در مسکو قریب هر روز ریدها گذرانیده مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی را به طور عمومی دستگیر میکنند. پامیر دیلی نیوز قبلا خبر داد که شام 24 ایول در شهر مسکو بیش از 100 زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان را که در سالگرد عملیات خوروغ در شب یادبود قربانیان آن عملیات جمع شده بودند دستگیر کردند. 24 ایول سال 2012 در جریان عملیات مخصوص در خوروغ 41 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. از آن دم هر سال در سالگرد حوادث خوروغ در خود این شهر و در دیگر شهرهایی که زادگان بدخشان به سر ببرند شب‌های یادبود برپا کرده می شود. به نوشته پامیر دیلی نیوز اساساً از قرائت قرآن در حق قربانیان و خواندن سرودهای مذهبی مردم بدخشان عبارتند. یادآور می شویم سبب یا بهانه رسمی آغاز عملیات نظامی در خوروغ کشتار گنرال عبدالله نظروف رهبر ریاست امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. گنرال نظروف را شام 21 ایول سال 2012 در نوادک دهه در 2 کیلومتری خوروغ از ماشین فراورده با ضرب کارد کشتند. مقامات بلافاصله در این کشتار طالب ایومبکوف یکی از فرمانده سابق مخالفین در بدخشان را عیبدار کردند.